اکای سوق ها؟ میگم یک هفته شده شعر نویسی سر میاد دفتر دا برای این بچه های عشیق یک شعر نمیخونی؟ برایش بچه ها بخونم. بله. حاضر راستی گپ دت ایجاد کردگی هم برای امی عشقیده بگم که برای عشق بچه ها دت ایجاد کردگی شعر نیستن، روبایی هم. من اصلا روبایی می نویسم، شعر می نویسم مقصد که اگر یکی بسیار روبایی می نویسم. خیلی می خونم اگرنه برای بچه ها عشق подписаться سکنه گپش نیست، باوردنش میگیری. هر دوای درد من در سیله دستان توست، هر نگاه چشم من در دیده و مژگان توست. این دل به مثل کاکلان تار تار شده است، هر سو نگرم در نگهم جلوه و جولان توست. یه دیگریش هم میخونم اگر نسترزه. عاشق شده ام به هر نگاهت، جانم به دو چشمان سیاهت. گر قلف در دلم گشایی، صد بوسه زنم بر روی ماهت. زنده باش عاشق بچه تاجیک، گردم پتیس کرا بزاد.